از 27 تا 30 میلیون در جمهوری حرارت روزانه هوا بلند شده تا 45 درجه می رسد. خبرگزاری خاور با استناد به اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان اطلاع داد که در این روزها در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوا تغییر یابنده می شود. حرارت هوا روزانه از 30 تا 33 درجه گرم در نظر است. در شرق ولایت روزانه 16 21 درجه گرم می شود. در وادی های ولایت سوخت هوا روزانه 20 25 درجه گرم، در ناحیه‌های کوهی شبانه 9 14 درجه و روزانه هوا بلند شده از 23 28 تا 29 34 درجه گرم می شود. طبق پیشگویی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، ساکنان ولایت ختلان را این روزها حرارت بلند هوا انتظار است. هوا روزانه 33 38 درجه تا 40 45 درجه گرم می شود. در شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و شهر دوشنبه در این روزها هوا تغییر یابنده به بارش در نظر است. روزانه در شهر دوشنبه هوا 40 42 درجه و در شهر و ناحیه‌های تابع مرکز 37 42 درجه گرم می شود. قبلا معاون سردار مرکز آب و هواسنجی اگنتی آب و هواشناسی کشور پروینه سعید جمالووا به خاور درباره بلندشوی حرارت هوا در ماه ایون اطلاع داده گفت در جمهوری تاجیکستان ماه اول تابستان حرارت معتدل شده، آخر ماه ایون بلندشوی آن در نظر است. همچنین در ولایت ختلان حرارت تا به 44 درجه می رسد.